کورتیس جونز، حالا فرصت به لیورپول میتونه دست بیاد. پاسی که میده فدریکو کیزا توی دروازه آنفیلد رو منفجر میکنه. فدریکو کیزا حساب کنه با تعادل میکشونه. لیورپول تو آنفیلد به هیچ تیمی باج نمیده و این مهاجم ایتالیایی ناجی آرناشلوت میشه. توی دروازه لیورپول نمیوازه به منچستر سیتی و داروین دید و پاس داد و اینجوری مطمئن کیزا میزنه و توق دروازه ادرسون رو هدف قرار میده. 3-3 مساوی، یه بازی دراماتیک قشنگ از هر دو تیم. فوق‌العاده عمل کرد و گواردیولا با تیمش امید میده. 3-3 مساوی. این بازی باید برابر تموم شه. کوین دبروینه. اما صبر کنید. 2 دقیقه 3 دقیقه مونده تا پایان بازی. روبن دیاز، کوین دبروینه، هالند، حالا سیتی. کناته توپش گرفت. خطا به سود منچستر سیتی. پشت توپ دیبروینه است. نفس ها در سینه هست. کوین دیبروینه ضربه رو میزنه. وای طول میلرزه اما دروازه باز نمیشه. خیلی ضربش قشنگ بود. کوین دیبروینه و پپ خوشحال از عملکرد تیمش. کمتر از 2 دقیقه. لیورپول 3 من سیتی 3. رابرتسون، گاکپو، جونز پاس میده. فرصت برای تیم لیورپول و توپ میرسه. نه، نونیز، محمد صلاح. وای واسش نرسید. صلاح، گواردیول. این دیگه حمله آخره برای تیم سیتی. برناردو سیلوا. وای چه فرصتی. گریلی، فرصت برای منچستر سیتی. ادالیسون بکر نمیذاره تیم لیورپول گل 4 بخوره. چه سوپر سیوی انجام داد. هالند داشت میزد گلو که بکر تم به کورنر میده.